افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه‌های زیربنایی میان دو کشور گام‌های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می‌دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینه‌اش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می‌کند. وظیفه کلیدی ما باعث رئیس جمهور منتخب تا نیست که اقتدار ملی را بر جانشینم به اساس اراده آزاد مردم افغانستان تسلیم کند.